33 پل یکی از شاهکارهای معماری و پلسازی ایران محسوب می شود و از زیبایی و عظمت منحصر به فردی برخوردار است. پل در قدیم به نام‌هایی چون پل اللهوردی خان، پل جلفا و پل عباسی معروف بوده است. این پل با 33 دهنه و 295 متر طول و 14 متر عرض با معماری استاد حسین بنای اصفهانی به روی زاینده رود ساخته شد. در تاریخچه 33 پل برگزاری آیین‌ها و مراسم ویژه‌ای در کنار آن، خصوصاً در دوره صفوی، به ثبت رسیده است. آیین خواجشویان که به یاد بود غسل تعمید حضرت مسیح است، زمانی توسط ارامنه اصفهان در دیماه کنار آن برگزار می شده است. آیین دیگری که در کنار 33 پل برگزار می شده، آیین آب پاشان بوده که در تیر ماه و برابر با جشن تیرگان برپا می شده و اهالی با پاشیدن آب و گلاب به یکدیگر به شادی می پرداختند. 33 پل یکی از مهمترین مکانهایی بوده که جشن نوروز با شکوه فراوان در پیرامون آن برگزار می شده. پل به دلیل وسعت، موقعیت مرکزی و معماری برجسته‌اش معروف‌ترین پل اصفهان است. این پل مرکز تفریحات شبانه شهری است که هم ایرانیان و هم گردشگران خارجی را به خود جذب می‌کند. در طول 400 سال تاریخ پل، رودخانه خشک شد، اما اهداف دیگری پیدا کرد. این مکانی برای پیاده‌روی عصرگاهی، جلسات عمومی، رویدادها و یک نقطه مشاهده برای ورزش‌های آبی بود. این اثر در تاریخ 15 دیماه سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 33 پل یک پل قوسی سنگی 2 طبقه و تقریباً 300 متر است. این پل یکی از 11 پل اصفهان است که از رودخانه زاینده رود عبور می‌کند. پل در زمان شکل‌گیری و توسعه اصفهان یکی از محورهای اصلی ارتباطی در شهر بوده است و چهارباغ عباسی را به چهارباغ بالا و محله جلفا متصل می‌کند. مجسمه رضاشاه نیز در جلوی این پل بر روی ستونی به ارتفاع 5 متر وجود داشته است که امروزه این مجسمه در میدان 14 اسفند قرار گرفته.
معمولاً پل‌ها در قسمت‌های کم عرض ساخته می‌شوند، اما برای ساخت این پل استاد حسین بنای اصفهانی عریض‌ترین قسمت رودخانه زاینده رود را انتخاب کرده، زیرا این قسمت رودخانه در بستری کم عمق، وسیع و آرام ایجاد شده. سه پل تنها پلی است که روی بستر سنگی بنا نشده و روی بستر شنی و ماسه‌ای ساخته شده است. برای همین صفوی‌ها زیر پایه‌های پل را به عمق 30 متر شمع‌کوبی کردند. برای همین دلیل حیات این پل به آب بستگی دارد و زمانی که آب به ملات نمیرسه پایه‌ها ترک خورده و پل نشست پیدا می‌کند. سه نوع مصالح برای ساخت 33 پل استفاده شده است. برای قسمت‌های زیرین از سنگ و برای قسمت‌های فوقانی آجر و ملات ساروج و گچ به کار رفته. مشهور است که در ملات 33 پل از سفیده تخم مرغ استفاده شده و همین موجب استحکام آن شده است. این پل در ابتدای دارای 40 دهنه بوده که به تدریج با کاشت درختان و انحراف آب بعضی از آنها متروکه شده و اکنون 33 دهنه دارد.